برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوندی بخشاینده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان گرامی ما، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. مثل هر وقت شوکت محمد با شما هستم و امروز ما درباره مارشروفکا صحبت میکنیم. مارشروفکا، شاید فکر کنید که درباره مارشروفکا گفتم میگرفتیم ده. آخر وزیر درباره مارشروفکا گپ زند، امبودسمن درباره مارشروفکا گپ زند، دیگرش درباره مارشروفکا گپ زند. ما گپ نزنیم، گپ میزنیم. ما ناگفته ها را میگوییم. از زمان سرشوی نشست های مطبوعاتی وزارت و نهادهای دولتی بحث مارشروفکا داغ‌تر شد. داغ. به پاسخهای بوالعجب وزیر و رئیس ها درباره فعالیتشان که قبلا ماهها بعد نشست ها موضوع لطیفه و فریتن ها میشد، نگاه منطقی آنها به مارشروفکا علاوه شد. نگاه منطقی. ظاهرا تا نشست های مطبوعاتی آخر سال گفتاوردها از وزیران و رئیسان در این باره موضوع اساسی بحث ها در شبکه های اجتماعی خواهد بود. در حالی که رسانه ها و شبکه های اجتماعی پر از انتقاد و اعتراض ها از مارشروفکا هستند، مقامداران به این واکنش مردم با حیرت می نگرند و نمی فهمند که چرا مردم از یک چیزی به گفته وزیر معارف خسکی اینقدر معما ساختند و از معرفت مردم انتقاد میکنند. وزیر معارف و علم تاجیکستان محمد یوسف امامزاده که ظاهرا از تنقیدهای اخیر به مارشروفکای دانشجویان سخت خسته شده است، به سؤال خبرنگاران در این موضوع با تندی پاسخ داد و بحث‌های اطراف این موضوع را یک چیز خسکی عنوان کرد. وزیر معارف از اینکه مردم مسائل مرزی را نادیده میگیرند و به مارشروفکا میچسبند خیلی برآشفته شد و این کار را بی‌معرفتی عنوان کرد. وزیر معارف گفت که اینقدر مشکلی که در مرز تاجیکستان و افغانستان است کسی نمیشنود. بچه ها آمده مشق میکنند، میروند پگاهی، میروند فوتبال بازی میکنند. پیش راهی او را هم بگیریم. آخر یک مشق جسمانی است، نه به درس نه به نظام تعلیمی خلل نمیرساند. بیرون از درس است. به سطح معرفت ما و شما همین چیز موافق نیست. یعنی برای چی بچه ها مارشروفکا میرند گفتن؟ به سطح معرفت ما موافق نبوده است. باید نپرسیم بوده است. انا از معرفت بلنده که با آن مینازد، وزیر ظاهراً به درک این نرسید که در عباره معرفت ما و شماش کلمه شما زیادتی بود. چرا؟ زیرا سال هاست که خبرنگاران، فعالان جامعه شهروندی و مردم و خود دانشجویان و خوانندگان مکتب‌های میانه از مارشروفکا قیماب شدند. قیماب از مارشروفکا راضی نیستند و تنقید میکنند. پس به معرفت آنها این انتقاد و اعتراض ها موافق است و این وزیران و مقامداران هستند که معرفتشان از باقی مانده ها از مردم فرق میکند. وزیر معارف ظاهراً استفاده کلمه معرفت را که از قضا از مصدر کلمه معارف گرفته شده است
خیلی خیلی دوست می‌دارد. در ادامه پاسخ پر احساسش وزیر گفت که استقلال ملی است، دولت وطن است و افتخار ما است. هر کسی این را به طور دیگر قبول میکند، این به معرفت خودی همان آدم دخل دارد. مکتب بچه بعد از مارشیروفکا رفته در صحرا به پدر و مادرش کمک میکند، رفته پیش راه اینش را هم گریم می. گپی وزیر معرفت شنیدید؟ ظاهرا وزیری که مسئولیت وزارتش همین معرفت مردم است، قبل از آن که این مثال را بزند فکر نکرده است که به فوتبال بازی رفتن دانشجو اختیاری است. به مارشیروفکا مجبوری جلب می شود، مجبوری می برندش. یا که پدر و مادر حق دارند فرزندانشان را به اجازه دولت و وزارت معارف به کار صحرا ببرند. این حق را دارند. اما دولت و وزارت حق ندارند به اجازه و رازگی پدر و مادر فرزندان آنها را در معرکه‌ای که به تحصیل دخل ندارد جلب کنند. شما در یک سال 9 ماه تحصیل 6 ماهش مارشیروفکا میروید، از این اید به وی اید، از وی اید به وی اید تیار میبینید. این تا ایدی کدوی خربوزه و سیب و شفتالی و بادرنگ و پمیدار شما اید دارید. کی این دانشجو تحصیل میکند؟ کی این دانشجو تحصیل میکند؟ در مثل زنی وزیر معرفت نوکی معارف کمتر دورتر رفت و از کارناوال ها در کشورهای آمریکای جنوبی مثال زد. کارناوال ها در آمریکای جنوبی. وزیر چی میگوید؟ بیایید آنها را هم تنقید کنیم. من بسیار خواهش میکنم که نسبت این مسئله کمتر با شعور، با معرفت باشید. این اختیاری و بیرون از درس است. 1 ساعت است. مشق جسمانی است. ببینید عصبی می شود وزیر معارف. تمام اشتراکچیان این معرکه ها واکسین قبول کرده ایستادند. ما به یگان راه بد، به راه جنایت هدایت نکرده ایستاده ایم. جنایت کاری کرده ایستاده اید وزیر، جنایت کاری کرده ایستاده اید. برای جنایت جلب نکرده ایستاده اید، جنایت کاری کرده ایستاده اید. مردم را مجبوری، بچه های مردم را مجبوری برده ایستاده اید به اونجا. کی را ضرورش آمده است که در هوای تگ 50 گرادوس گرم، زیاد از 40 گرادوس گرم یا که تا 40 گرادوس گرم برود در تگ آفتاب رزدوا کند؟ کی رو؟ هیچ کس رو. این شما هستید که آنها را مجبورن میبرید. تنها برای یک کس، تا اینکه برای یک کس آنها برقصند. ظاهرا این وزیر باشعور به درک این نمی رود یا قصداً فراموش کرده است که مردم آمریکای جنوبی به کارناوال ها اختیاری و حتی با شوق و شور می روند و مانند کردن مارشیروفکا با کارناوال تشبیه خوانش کپک قفس و کپک کوه است. کپک قفس از اسارت می نالد، کپک کوه سرودی آزادی می سراید. فرق دارد می؟ فرق دارد.
حالا این وزیر که وزیر معارف یک روز قبل از وزیر معارف وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان امید بابازاده هم از مارشروفکا حمایت کرد و هیچ چیزی از نقض حقوق انسان در مارشروفکا ندید. مارشروفکا می رود، اجبارا می برندش، در تگ آفتاب می رقصانندش، یک بکلشکا آب می دهند یا یک کلچه می دهند نمی دهند، روزی دراز در آنجا بند است. به جای آن که دانشجو تعطیل کند، به جای آن که دانشجو تعطیل کند، سیاحت برود، به جایهای سلقین برود، به جای این مارشروفکا تمام نشده. حالا به روز استقلالیت مارشروفکا شده ایستاده است. مارشروفکا حالا تمام نشده در سر می شود. این طالب علم، این استودنت کی تعطیل می کند؟ کی؟ ببینید وزیری معارف که مایلش کجا؟ انا همین امید بابازاده هم در پاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد گفت که مارشروفکا نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر دولت ها نیز ضمن چاره‌بینی های مهم دولتی صورت میگیرد. امید بابازاده از قهرمانی های جهانی فوتبال مثال زد که جوانان، دانشجویان و خوانندگان به مارشروفکا ها جلب می شوند. امید بابازاده میدونه چی میگه؟ همین مارشروفکا میگوید برای قانع کردن حقوق های فرهنگی دولت صورت میگیرد. نباید میگوید فراموش کنیم که در چاره‌بینی های مهم دولتی از دولت های دیگر مهمانان می آیند. در صورت اشتراک نکردن جوانان ما نمیتوانیم این چاره‌بینی ها را برگزار نماییم. امید بابازاده، امبودسمن، شما در تاجیکستان صنعتکار نداره؟ عموما تاجیکستان وزارت فرهنگ ندارد؟ در تاجیکستان هنرمندی نمی آموزند؟ دانشگاهی صنعت چیکار میکند؟ همین ضرور است که 15-20 هزار نفر برقصد. چی فرق میکند از 15-20 هزار رو مجبور کرده رقص یگانه کناندن از اینکه 100 نفر برقصد یا 200 نفر برقصد؟ همانهایی که حرفه‌ای هستند و کسبشون همون است. مثل همین مورچه های به صحرا برآمده، قطار مورچه رو دیدگی هسته چه خیل قطار میگیرد؟ قطار کرده صف آراسته، یکی این سو ارغشت میزند، یکی آن سو ارغشت میزند. چی میگیرید از همون؟ حالا ببینید تماشابینان عزیز، وزیر هم همین گپ رو گفت، از مارشروفکا جانبداری کرد. امبودسمن وکالتداری حقوق انسان هم همین گپ رو گفت. این از اون شهادت میدهد که اینها رو به یک کابینت برده محکم کرده حرف یگانه رو آموزش دادگی. مبادا خبرنگاران از مارشروفکا پرسند همین گپ رو میگوید. همین خیلی است. نباشد از کجا اینها؟ وزیر معارف هم همین گپ رو میگوید، امبودسمن هم همین گپ رو میگوید. مشورت شدگی. مبادا درباره مارشروفکا پرسان همین گپ رو میگوید. جانتان خلاص. ببینید
امبودسمن که وظیفه اساسیش حمایت حقوق انسان هاست، فرق جلب کنی جوانان به معرکه های سطح دولتی را در کشورهای دیگر و تاجیکستان که در یک به جوانان حقوق داده می شود و در دیگر حقوق آنها پایمال می شود نگفت. فرق این است که در کشورهای دیگر جوانان به این گونه معرکه ها با پیشنهاد مزد مهنت جلب می شوند که سطحش از سطح میانه مزد بلندتر است. چه خیل؟ همین خیل. حتی مهاجران مهنتی که در کشورهای اروپایی برای نگهداری ترتیبات در مسابقات فوتبال جلب می شوند، برای 4 ساعت یا 5 ساعتی این کار نه کمتر از 100 یورو مزد می گیرند. همین 4-5 ساعت خدمت می کنند، نه کمتر از 100 یورو مزد می گیرند. همین است که در این کشورها کسی به جلب جوانان به معرکه ها به همین گونه مارشروفکه ها اعتراض نمی کند، چون که جلب شده ها اختیاری و برای گرفتن مزد می روند، نه به خاطر افتخار دروغین و دعواهای وطن دوستاری و ملت دوستاری. ببینید، امبودسمن در همین نشست مطبوعاتی میگوید که مارشروفکه ها در دایره رعایت قاعده های بهداشتی میگذرند و نه همه دانشجویان به این چاره‌بینی جلب کرده میشوند. آنهایی که بیمارند و یا سبب دیگر دارند به مارشروفکه جلب نمیشوند. این امبودسمن فراموش کرد که خودی همین به مارشروفکه بردن غیر قانونی است، غیر قانونی و نقض حقوق دانشجویان و مکتب بچگان است. هوی امبودسمن، شما وکالتدار حقوق انسان هستید. اینجا حقوق انسان نقض شده ایستاده است، حقوق انسان پایمال شده ایستاده است. به این چی میگویید؟ من حیرانم که شما را چگونه برده وکالتدار حقوق انسان کردن، در حالی که به حقوق انسان چشم میپوشید. شما حقوق انسان را پایمال شوی حقوق انسان را نادیده میگیرید. یعنی همین هنرتان به نوبت گرفته شده شما امبودسمن شدگی. یعنی میتونید که چپ دهید، همین هنرتان را نشان داده شما به مسند امبودسمنی رفته رسیدید. یعنی میتونید به خاطر پیشوایتان به چشم مردم خاک زدن. ببینید، اینجا من یک چیز رو گفتنی هستم تماشاگران عزیز. وقتی وزیران و رئیسان به سوالهای و اعتراض مردم به این گونه موضوعها پاسخ میدهند، باور کنید صمیمی به نظر میرسند. یعنی آنها صمیمانه نمیفهمند که جلب دانشجویان و مکتب بچگان به معرکه های دولتی، پیشوازگیری پیشوا و پسواها میگویند که چی بدی دارد. صمیمانه چی بدی دارد؟ درباره پیشوازگیری پیشوا پاسخشان این است که مردم پیشوا را دوست می‌دارد و با افتخار به پیشوازش می‌رود. این که آنها این حرفها را صمیمانه میگویند واقعاً دلیل دارند. خودشان پیشوایشان را دوست می‌دارند و رسیدن به دستبوسیش برای اینها بزرگترین آرزوی است و فکر میکنند که مردم هم عیناً همین آرزو رو دارند. اما این جنورها به درک این نمیروند که پیشوا به آنها قدرت و منصب و حقوقهای زیاد داده است.
لیوی پراوی پولکار کردن را آموزانده است. از پراوی کار کردگیت اینی من، لیویش اینی خودت. اما این گونه حقوق ها و پول مال از مردم گرفته به آنها داده شده است. یعنی از مردم گیر لیوی پراوی. کیسه مردم رو خراب کن. این حقوق ها از مردم گرفتن و به کیسه زدن ها، یعنی مردم رو خراب کردن است. با راهی مردم رو خراب کردن به دست آورده می شود. اما مردم چی؟ هیچ دلیل برای دوست داشتن پیشوا ندارد. برعکس، دلیل هایی که نفرت مردم را به مراتب بیشتر میکند زیاد است. ببینید، معرفت گفته وزیر گپ زد. معرفت منصبداران از مردم از همین دیدگاه آنها منشأ میگیرد. چرا؟ چون که برای خودشان هرچی پیشوا گفت و خواست قانون است. چی آن خواسته پیشوایشان طبق قانونهای کشور باشد یا که بر ضد قانون، فرق ندارد. فکر میکنند که برای مردم هم باید چنین باشد و چون آنها را خودی پیشوا انتخاب کرده است و منصب داده است، پس مردم باید از آنها به حیث نماینده پیشوا به چون و چرا اطاعت کنند. ببینید، همیشه وقتی که یک از طرف مردم نارضایت به میان می‌آید، سؤال همیشگیشان از ناراضیان و این معرفت و منطقشان هم این است که شما به سیاست خردمندانه پیشوایی معظم ملت ضد هستید؟ ها؟ به سیاست پیشوا جانبدار نیستید؟ با طرز کرده واهمه کرده میگویند که مرغک بدنی در مقابلشان ایستادگی میدمد. ببینید تماشاگران عزیز، سیاست قدرت مطلق پیشوا که به قدرت مطلق هر منصبدار در ساحه خودش رسانیده است، با گذشت 13 ساله 30 سال این معرفت و منطق از سیاست حکومتداری را در منصبداران شکل داده است که مردم همه غلام آنها و پیشوایشان باشد. یعنی معرفت و منطق اربابکمالී. و این منطق به سطح رسیده است که وزیر معارف اعتراض علیه استفاده دانشجویان دانشگاه ها و مکتب بچگان در مارشرافگاه را به معرفتی می نامد. به معرفتی. امبودسمن چی؟ امبودسمن وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان هیچ قانون شکنی در مارشرافگاه نمی بیند، در حالی که هر سال از مرگ چند دانشجو یا مکتب بچه در این گونه چاره‌بینی ها خبر می رسد. چندین نفر بیهوش شده می افتد، چندین نفر را برداشته به بیمارخانه می برند. امبودسمن هیچ قانون شکنی نمی بیند. یا بدو گیرید. تماشاگران عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. ما را پیگیری کنید. آنچه ما برایتان میگوییم از دیگران نمیشنوید. ما در هر موضوع کوشش میکنیم ناگفته ها گفته شوند و درد دل مردم به گوش مسئولین و جهانیان برسد. با ما باشید. تا دیدار، الله نگهدار. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.